سلام، روزتون بخیر. بعد از یه مدتی غیبت باز در خدمتون هستم با معرفی یک کتاب دیگه به نام نگران نباش از خانم مهسا محب علی. این کتاب برنده دهمین دوره جایزه منتقدان و نویسندگان مطبوعات به عنوان بهترین رمان سال 1387 هست و همچنین برنده جایزه بهترین رمان سالهای 87 و 88 از بنیاد گلشیری. این کتاب از نشر خوب چشمه هست. طراحی روی جلد رو ملاحظه می‌فرمایید. همانند همیشه قسمت کوتاهی از کتاب رو براتون میخونم. حالا این بار از ابتدای کتاب. مشخصات کتاب. تق و تقش بالای سرم است. نباید تکان بخورم. اگر بفهمد بیدارم دیگر نمی رود. زیر لب زمزمه می کند و بعد تق تق. تقه ها که به 1000 برسند یا شاید 2000، آن وقت تسبیح دیجیتالی بوق می زند. تایمر اعلام می کند که به اندازه بخشش گناهان همه ما دعا کرده یا نه. حتما از همان نصف شب که لرزه ها شروع شد تسبیحش را زمین نگذاشته. هر نیم ساعت یک بار هم در اتاق را باز کرد و جیغ کشید. 10 تا جیغ بنفش برای هر بار لرزیدن می شود چند تا جیغ. تا خود صبح داد و هوار همه توی حال بود. فقط صدای بابا نبود. لابد مثل شبهای بمباران از جاش جم نخورده. من هم از جام جم نخوردم. یک جورهایی سر کیف بودم. هر بار که تخت خواب موج برمی داشت سر کیفتر هم می شدم. مثل قایق بود یا شاید گهواره. نه عین الان که تابوت است. یک تابوت پر از ملافه های خیس. نباید تکان بخورم. زمزمه اش دور می شود. کتاب رمان به نظر من زیبایی هست و خیلی دوست دارم بیشتر از کتاب براتون بخونم، ولی خب پستای اینستا بارها گفتم نباید طولانی بشه و حوصله شما رو سر نبرم. اگر انشاءالله یه زمانی به جایی رسید که طرفدارانی پیدا کرد، اون وقت توی یوتیوب سعی میکنم قسمت‌های بیشتری از کتاب‌ها رو براتون بخونم اگر مورد پسند بود. تا معرفی کتاب دیگه من شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدارتون.